اسمش اتاق 12 متریه ولی همه از 7-8 مترش بیشتر استفاده نمی کنن و همیشه مشکل کمبود جا داره. و البته از طراحی‌های دم دستی این شکلی هم که مال 20 سال پیشه هم خسته شدن، چون این اتاق واسه هم دختر باید کارایی داشته باشه هم پسر، پس بهتره کامل فضاهاشون از هم تفکیک کنی. و اولین کار اجرای یه تخت 2 نفره دلبازه تو قسمت گوشه‌ای اتاق که از راهرو تخت طبقه بالا که واسه پسر طراحی شده میشه به عنوان فضای میز تحریر هم استفاده و تخت طبقه پایین با فضای میز تحریر کنارش که با تم نارنجی طراحی شده برای دختر خانم خونه در نظر گرفته شد. از باقی مونده فضای دیوار کنار در 2 تا کمد سراسری واسه نگهداری لباس و وسایل اجرا میکنی که از وسط اون کمد با ایجاد یه در کاملا فضای اتاق هر دو نوجوان از هم جدا میشه و هیچ کاری به هم ندارن. منتظر خوندن نظرات قشنگتون هستم.